بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما و شما خواص وتر در دایره یا خواص‌های وتر در دایره. اینجا برای ما و شما یک شکل داده که یک شکل است، دایروی شکل است. در این شکل گفته که در شکل شما صحیح کنیم و فکر کنیم که اینجا کدام مستقیم خطا که اینجا در دایره ترسیم شده، رسم شده، اینمی چی روابطی که یک دیگر داره، اینمی شما معلوم بود. مستقیم خطی داده، مستقیم خط AB، مستقیم خط CD و مستقیم خط EF داده. اینمی سه تا خطا که یک دیگر چی روابط داره، چی ارتباط داره، اینمی شما معلوم بکنید. در اینمی مستقیم خطا که ما شما صحیح بکنیم در اینمی دایره مستقیم خط اینمی AB یک وتر است. اینمی دایره وتر ما شما خوانده بودیم که وتر مستقیم خطی است که دو نقاط دایره را وصل میکنه. وتر یک مستقیم خط است یا خط مستقیم است که دو نقاط یک دایره محیط یک دایره را وصل میکنه. خب اینمی A و B اینمی را وصل کرد. یک وتر است. خط CD این یک وتر است. چرا یک وتر است؟ چرا که نمی نقاط محیط دایره را دو نقاط را وصل کرده. و EF یک قطر است. وتر هم است، EF و قطر هم است. خب وتر ما شما گفتیم که نمی دو نقاط محیط را از نمی دایره را وصل کرده. این خود صحیح است. دیگه چی گفته که نمی قطر ما شما خوانده بودیم که قطر یک مستقیم خطی است که یک دو نقاط محیط دایره را وصل بکنه و از مرکزم تیر شود. یعنی میاله که از مرکز تیر شده، مرکز او است که نمیاله از مرکز تیر شده، یعنی میره ما شما قطر گفته میتونی که از مرکز تیر شود و دو نقاط محیط دایره را وصل بکنه، یعنی میره ما شما قطر گفته میتونی. خب اینمی شکل که ببینیم اینمی EF خط سر AB مستقیم خط یا سر AB وتر عمود است. خب اینمی که عمود شد اینمی میایم طرف ما شما یک فعالیت ده، یک فعالیت بوده که یک دایره را رسم بکنی، یک دایره را ترسیم کنی. در اینمی دایره یک وتر AB را ترسیم کنی. وتر چی؟ AB را ترسیم بکنی. اینمی وتر ترسیم بکنید. اینمی یک دایره. خب اینمی ترسیم شد. باز سر اینمی وتر یک قطر را رسم بکنی. قطر بنامی چی؟ ED قطر رسم بکنی که سر اینمی وتر عمود باشد. در نقطه چی؟ در نقطه H. اینمی در یک نقطه H اینمی قطر سرشان چی؟ سر اینمی وتر عمود شد. خب اینمی هم شد. دیگه اینمی وتر که است AB وتر اینمی را کتی مرکز وصل بکنی. خب اینمی AO اینمی مستقیم خط را وصل کردیم. دیگه BO اینمی را هم وصل کردیم. اینمی که اینمی فعالیت ما شما انجام دادیم، یک دایره رسم کردیم و نموج یک وتر ترسیم کردیم. باز سر اینمی وتر یک قطر عمود کردیم، در نقطه H عمود شد. خب باز اینمی او را اینمی نقاط را وصل میکنیم. اینمی وتر را کتی چی؟ کتی مرکز وصل میکنیم. او به دست میآید و BO به دست میآید. خب اینمی جی گفته که شما H اینمی مستقیم خط و HB اینمی چی حالت داره؟ اینمی کتی یک دیگر مساوی است. اینمی جی گفته که مساوی است، کلان است کتی یک دیگر یا خرد است. اینمی روابط اینمی حالت شما معلوم بکنید. خب دیگه ای قوس کتی AB قوس چی حالت داره؟ مساوی است، کلان است، خرد است، چی حالت داره؟ دیگه OA خط که ما شما اینمی را ترسیم کردیم و OB خط کتی یک دیگر مساوی است، کلان است، خرد است، اینمی را شما معلوم بود. خب اینمی را ما شما معلوم کرده میتونیم که اینمی قضیه را بخوانیم
و اینمی قضیه را به ثبوت برسانیم، پس از ما شما اینمی را حل کرده میتونیم، اینمی جواب را داده میتونیم. اینمی میم یک قضیه داده که په هر دایره کې په وتر عمود قطر وتر او د هغې مقابل قوس نیمایي کوي. در هر دایره یک قطر که سر وتر عمود باشه، در یک دایره یک قطر سر یک وتر عمود باشه، اینمی قطر اینمی وتر را هم نصف میکنه و اینمی قوس مقابل قوس کش اینمی را هم نصف میکنه. یک قطر که سر یک وتر عمود باشه، اینمی قطر چی میکنه؟ اینمی وتر را هم نصف میکنه، به دو حصه تقسیم میکنه و اینمی جا که دو قوس میآید، یک قوس اینمی است، یک قوس اینمی را هم نصف میکنه. اینمی قضیه است. خب در اینمی شکل ما شما که ببینیم B A O H یک مثلث است و B O H دیگه مثلث ما شما داریم. در اینمی دو تا مثلث ها که ما شما اینمی صحیح بکنیم، در اینمی جا اینمی را به ثبوت میرسانیم. O A خط مساوی است که چی؟ O B خط. O A خط مساوی است که O B خط. چرا مساوی است؟ چرا که اینمی شعاع دایره است. شعاع هست، یک شعاعی است، یک شعاعی است. ما شما گفته بودیم که کل شعاع که در یک دایره می باشه اونمو که یک دیگر مساوی است. خب اینمی خوب معلوم شد که او ای خط مساوی است که او بی خط چرا مساوی شد؟ چرا که اینمی دوتا شعاع است. خب یک معلوم شد که مساوی است که اینمی جمع شما چی نوشته کرده میتونیم؟ علامه مساوی. دیگه H یک زاویه مساوی است که H دو زاویه. چرا مساوی است؟ چرا که اینمی زاویه قائمه هستند. دو تا مساوی است، 90 درجه است. به دست میاد. دیگه OH خط مساوی است پر که اینمی OH. چرا که یک مشترک است. اینمی دو تا مثلث ها اینمی OH خط مشترک است. خب اینمی هم که ما شما به دست آوردیم که سه حالت مساوی شد که یک دیگر دو مثلث ها که اینمی سه حالت مساوی شد، پس اینمی دو تا مثلث ها AOH مثلث و OHB مثلث یا BOH مثلث اینمی یک دیگر مساوی و مشابه و انطباق پذیر است که اینمی حالت اینمی هم ما شما به دست آوردیم. پس شما گفته میتونیم اینمی دو تا حالت ما شما به دست میاریم که اینمی کلش سه حالت مساوی شد، اینمی دو تا مثلث ها که یک دیگر مساوی شد که پس ما شما گفته میتونیم که AH خط اینمی جا گفتیم که AH خط اینمی نیست کده بودیم. این مساوی است که چی؟ HB یا BH خط اینمی جا ما شما اینمی چی نوشته کده میتونیم؟ علامه مساوی. دیگه خب در قضیه ما شما خوانده بودیم که اینمی را نصف کرد، اینمی وتر را نصف کرد، مساوی شد که یک دیگر. پس اینمی مقابل قوس را هم نصف میکنه که اونمو هم که نصف شد، پس اینمی هم مساوی است. اینمی قوس های چی؟ دو تا قوس مقابل ای قوس و بی ای یا ای بی قوس هم پس که یک دیگر مساوی است. اینمی ما شما علامه مساوی نوشته کرده میتونیم. اینمی شکل ما شما ثبوت کرد. یک مثال داده اینمی جبر ما شما که یک دایره را ترسیم بکنید که شعاعشان 26 سانتی متر باشه. مرکز در نقطه صفری باشه و شعاعش چند باشه؟ 26 سانتی متر باشه، 26 متر باشه، 26 کیلومتر باشه. یعنی هر چقدر باشه 26 یونیت باشه، یعنی 26 واحد باشه. اونمو مربوط به ما شما میشه که چقدر چی میتیم دیگه. در اینمی دایره شعاع معلوم است که 26 سانتی متر هستند و دیگه اونمو خط عمود که سر وتر هستند. اونمو فاصله از مرکز تا به اینمی وتر فاصله شان 10 سانتی متر باشه. پس شما معلوم کنید که اینمی وتر AB چند واحد است، چند سانتی متر است، چند متر است، چند کیلومتر است، چند یونیت است. اونمو مربوط به شما نیست که چی داده میتونید. خب
هنا یک دایره ترسیم شد، اینمی دایره یک وتر داریم ما و شما. یک گفته که یک شعاع ترسیم بکنیم. شعاع را ترسیم کردیم که او ای یا ای او شعاع 26 سانتی متر است. دیگه اینمی مستقیم خطی که سری وتر عمود است، از مرکز تا با اینمی وتر فاصلهش 10 یونیت است، 10 واحد است. گفته که شما چی معلوم بکنید؟ اینمی ای بی فاصله ای بی را معلوم کنید. اینمی وتر ای بی، اینمی فاصله شما معلوم بکنید که اینمی چند واحد است. خب اینمی یک قائم الزاویه مثلث برای ما و شما به دست آمده. به دست آوردیم. به قائم الزاویه مثلث قضیه فیثاغورس را ما و شما استفاده می‌کنیم. از قضیه فیثاغورس ما و شما استفاده می‌کنیم. قضیه فیثاغورس ما و شما گفته بودیم که وتر مربع مساوی است که مجموعه مربع شدن پس از مربع شدن دو اضلاع قائم، یعنی دو اضلاع قائم که مربع بکنیم و اونها را جمع بکنیم، یک جای بکنیم، یعنی مساوی باشه که وتر مربع. خب از با کمک قضیه فیثاغورس ما شما نوشته کرده میتونیم که OH OA وتر است 26 سانتی است. OA مربع مساوی است که AH مربع جمع OH مربع، یعنی دو تا که جمع بکنیم و مربع بکنیم مساوی باشه که وتر مربع. در جای وتر ما شما در جای O یا AO یا OH ببخشید OA یا AO ما شما نوشته کردیم میتونیم 26 مربع. AH معلوم نیست که چی قدر است و در جای OH یعنی چند است؟ 10 واحد است، یعنی نوشته میکنیم 10 مربع. خب دو تا اضلاع ما در این مثلث برای ما و شما معلوم است، ما معلوم کردیم. پس ما از اضلاع که معلوم نیست اونم را یک طرف میکنیم، معلوم را مساوی دیگر طرف میکنیم. AH مربع مساوی است، AH مربع مساوی است 26 مربع منفی، یعنی میداره به طرف مساوی دیگر تبدیل میکنیم، یعنی علامه هم تغییر میشه. پس یعنی که ما شما اینمی را چطور تبدیل میکنیم؟ از طرف مساوات یک طرف دیگر طرف نه یک عدد میبریم، علامه‌اش هم تغییر میخوره. اگر مثبت بود منفی میشه، منفی بود مثبت میشه، یعنی تغییر میخوره. که تغییر خورده یعنی چرا تغییر میخوره؟ یعنی یک ثبوت ما شما داریم و ملیک ما به شما نمی‌مانیم دیگه، اون رو بس صحیح بکنیم. خب H مربع مساوی است 26 ببخشید H مربع مساوی است سری دجای یعنی میره خواهد 26 مربع منفی 10 مربع. H مربع مساوی سری میره 26 را که مربع بکنیم چند به دست میاد؟ 676 منفی 10 را که مربع بکنیم 100 میشه. خب یعنی از 676 100 را تفریق میکنیم چند به دست میاد؟ 576 به دست میاد. خب اینمی که 576 به دست آوردیم، اطراف را دو طرفش جذر مربع را میگیریم. جذر مربع اینمی که گرفتیم تنها AH میمانه، AH مستقیم خط مساوی میباشن. جذر مربع 576 را که بگیریم 24 به دست میاد. خب اینمی که AH مستقیم خط 24 واحد به دست آمد، ما شما خوانده بودیم در مقطع پیش که اینمی نصف شده. چرا؟ در ازواجه اینمی قطر که سری وتر عمود میشه، اینمو مستقیم خط را اونمو وتر را نصف میکنه، نمایی میکنه و اینمی مقابل قوس را هم نصف میکنه، نمایی میکنه. که اینمی نمایی شد 24 سانتی متر به دست آمد. اینمی را پس به ضرب 2 میکنیم که اینمی مستقیم خط مکمل یا وتر مکمل به دست میاد که 24 ضرب 2 مساوی میشه 28 ببخشید 48 یونیت یا 48 واحد به دست میاد. خب یعنی میره ما شما حل کردیم، قضیه را ثبوت کردیم و یعنی سوال مثال را هم حل کردیم. یعنی من طرف یک فعالیت دیگه، فعالیت دوم گفته که یک دایره را رسم بکنی و یعنی دایره یک اینطور مرکز را بکنی که مرکزشان در نقطه صفری باشه و شعاعش 3 واحد باشه و دنمی دایره دو تا مساوی وتر ترسیم بکنی، دو مساوی وتر را ترسیم بکنی که
انمی یک وتر یک وتر انمیست پی کیو و آر اس دو تا وتر هارا ما شما مساوی یک دیگر مساوی باشه تو نباشه یک خود باشه کلام باشه نی ونمو که یک دیگر مساوی باشه خب انمی دو تا وتر هارا رسم کردیم پس انمی ما شما خب انمی فعالیت را انجام دادیم انمی من طرف قضیه گفته که په هر دایره کې د هغې مساوي وترونه د دایرې له مرکز څخه مساوي واټن لري. گفته که انمی جا در هر دایره که وترهای مساوی داشته باشه وترهای مساوی ترسیم شده باشه اونمو از مرکز فاصله مساوی داره. دو تا وترها که انمی جا ما شما ترسیم کردیم مساوی وترها انمی گفتی است مساوی وترها ترسیم شدن انمی فاصله مساوی داره از چی؟ از مرکز دایره. انمی فاصله و انمی فاصله باید که یک دیگر مساوی باشه. خب انمی را ما شما با ثبوت برسانیم. انمی جا دو مثلث به دست میآید. یک مثلثی پی او ام یک مثلث به دست میآید و دیگر آر او ان دیگر مثلث دوم به دست میآید. از مثلث های دو ما شما داریم او پی مساوی است که چی؟ آر او یا او آر مساوی چی رو مساوی است؟ چی که انمی شعاعهای دایره است. کل شعاع دایره که یک دیگر مساوی است. انمی شعاع که انمی شعاع مساوی است. خب انمی مساوی شد چی که انمی شعاع است. زاویه یک مساوی است که زاویه دوم چرا که انمی زاویه قائمه زاویه های قائمه هستند. خب انمی دوم حالت به دست آوردیم. خط مستقیم پی کیو مساوی است که چی خط مستقیم آر اس چرا مساوی است چرا که وترهای مساوی است. ما شما گفته بودیم که وترهای مساوی باشه. خب انمی هم که یک دیگر مساوی شد. پس ما شما گفته بودیم که قطرها که سر وتر عمود باشه اونمو چی میکنن؟ اونمو وتر مقابل را نصف میکنن. خب انمی که عمود شد انمی وتر مقابل را نصف کردن دیگه انمی را هم نصف میکنن. پس ما شما گفته میتونیم که پی کیو اگر به دو حصه تقسیم بکنیم انمی مساوی است که آر اس را هم تقسیم به دو بکنیم پس اونمو نصفهاش هم که یک دیگر مساوی میباشن. پس ما شما گفته میتونیم پی ام خط مستقیم که اونمو نصف شده اونمو مساوی است که آر ان اونمو هم نصف شده یعنی یک دو تا که یک دیگر مساوی است. خب انمی هم باید مساوی شد. پس ما شما گفته میتونیم که پی او ام مثلث مساوی و مشابه و انطباق پذیر است که کدام مثلث آر او ان مثلث. خب انمی هم به دست آوردیم. پس ما شما گفته میتونیم که او ام نقطه انمی مساوی است که چی او ان زلایه که اونمو عمود است سری اونمو وتر. خب پس ما شما گفته میتونیم خلاص که در یک دایره دو تا وترهای مساوی اگر داشته باشیم دو تا وترهای مساوی اگر ما شما داشته باشیم در یک دایره انمی وترها که مرکز فاصله مساوی داره. دو تا وترهای مساوی داریم اونمو وترها باید پس چی باشه انمی فاصله مساوی هم باید داشته باشه از چی؟ از مرکزی دایره. انمی بود درس امروزه ما شما انمی جا یک سی تا سوالات آورده انمی شما حل بکنیم با کمک انمی تقضیه که ما شما خواندیم انمی را شما حل بکنیم.